این نفران جنگاوران بشردوست از ناحیه واسع هستند. به خاطر روز برآورش ارتش شوروی از افغانستان این صحنه تاریخی در مرکز ناحیه جمع آمده. به این مناسبت اشتراکچی همایش ادانه میباشند. چاره‌بینی آنها با راهپیمایی شروع گردید. از کوچه مرکزی ناحیه میگذرند. راهپیمایی تا نزد این پیکره رستم خللی ادامه یافت. همچون رمز وطندوستی پاس خاطر شهیدان همیراق نزد این پیکره گلچنبر گذاشتند. روز با او خاطر جمع اومدیم که از حال و احوال یکدیگر بار دیگر با خبر شیم. روزی جنگاوران اینترنشنالیست را در سطح بلند تجلیل نماییم و چه که هست به همه معلوم باید نسل نورست جوانان را در روحیه وطن دوستی انسان دوستی تعلیم دیم تربیت دیم و چاره‌بینی ادانه در خص فرهنگ ناحیه ادامه یافت. در اینجا آمد حسابات سالانه رئیس جمعیت اتفاق بشردوستان شنیده شده. نقشه‌های جمعیت برای سال آینده تصدیق می‌گردند. یادآور شدن به مورد است که سهمی جمعیت اتفاق بشردوستان ناحیه واسع در سمت تربیت وطندوستی نوجوانان و جوانان در ناحیه نظر است میباشد.